این همون پرنده ای هستش که توی کارتون سرندیپیتی، توی کارتون علی بابا ما دیدیمش و الان من توی برزیل موفق شدم این پرنده زیبا که نماد کشور برزیل رو ببینم. یا خدا، توکان یکی از زیباترین پرنده های دنیاست که یکی از نمادهای کشور برزیل هم هست و فقط در بخشی از آمریکای جنوبی میشه این پرنده رو دید. توکان یک شاهکار خلقته که انگاری از زیباترین پالت های رنگی ساخته شده. تو دنیا 35 نوع توکان وجود داره، تقریبا از خانواده دارکوب ها هستن و بعضی موقع منقار این عزیزان تا 2 برابر حجم بدنشون هم میرسه و این حیوان زیبا دمای بدن خودش رو از نوک منقارش تنظیم میکنه. هرگز فکر نمی‌کردم که این پرنده زیبا رو از این فاصله 2 متری بتونم ببینم. خیلی زیباست. اگه از این ویدیو لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین تا حمایت بشه. و این پرنده همون پرنده‌ایه که توی کارتون ماجراهای سندباد و کارتون زیبای سرندیپیتی که اسمش تیلا پیلا بود دیدیم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و تا انتهای سفر آمریکای جنوبی تو این چند ماه با من باشید.